بچه‌ها آماده باشید. به فرمان من شروع نکنید. محافظ لباس سفید در نشانی من. انتظار شوید. میگم یارو حسابم نکنیم میشانی؟ پول با باوریان نیست. حساب نغز میبینه. چی؟ سال یکمه که کار میکنیم یا یگان شبهه پیدا کردی؟ نه همه چی سازه. 100%. من نمیخوام که ناباوری میانی من و تو ریشه بدوانه. از رفت عملیات به من خبر دید. او دفعه هم حساب نکردیم. 150 تا کم آمد. چی خیل؟ آخر من خودم حساب کرده بودم. آخی تی هم اولیو نیستی کو. پول لوبای کسه چی خیلی که بخواه تا میدیه. این پرابلم را من خودم حل میکنم. رفتیم. بست ناز نکو. بارا بگی پرتی نوای. من زیرکی خود دا باور میکنم. باری سفید راهی سفید. دو گریف دارند. فهمو. یکم ماندیم برون رفت. گوش میکنم شما رو. گوش کن. شیخ عرب میشود. ها انیق. ها انتظار شم. سلیم، برای چی برون گفت که 150,000 نمیرسه؟ یا او نیرنگ بازی در آمده یا چی نیت داره؟ عیبی خود مشرف. گرچنده که بواری در اومده باشدم باید ایسو میکردیم. آدمای برانه؟ پولورا شیف، پولورا. چی؟ تو فکر داری بخه؟ یکم من سیم نمایان شدم. یکم میپرونم. فرمانی باروندن نبود. چی کار کردی؟ شف جراحتش وزنی نیست. بخیره. پارتیای نو کی میوری؟
در تماس میشیم. خدای صبح کن. باور دارم. $400 یورو. $400. فقیر همش حساب کرده. تو دیدور. تا دیدار. کی باید؟ کی؟ او سرش چرب کردگی. فقیر؟ تو چی؟ باید باور داری؟ نجوم 100%. 100 از این دیون گذشته. بخا برای پستوی کردگی جواب میتی. چکلی؟ مرا در ارگان فروختی. بچه های ما تلف یفتن. چخیل من نفهمیدم. کی را فروختن؟ کی فروختن؟ خطبانادانی نداز. قطعی همو کرموش شد حساب کرده بودی که 150,000 نمیرسه. ما هیچ وقت پول حساب نمیکنم. ما بچه خودم دا باوری دارم. درون اختان توزه کنین. اوکی؟ چی؟ اداخته ولی هیچ نگفتم ای خنده را تنک شیده میدانی کی میگن ایره فقیر تروریست هیچ نکاکه سه روز چورا روز را ما خیلی گوش کنی الو لبی بله آماده بود گوش کن من شما را نفهمیدم امید میگه که من همش خودم حساب کردم همش تغری بود تو میگی که پول دادم من کدامی تو نباور کنم کدامی درست میگی ای بچه گوش کن پولا را همشه تغری کنین فهمیدی همشه برقرار کنین خیر چی خیر فرض کردیم ایی میبره که ای بچه میمون بازی من داختستی نابودش میکنم فهمیدی نابودش میکنم خاک و ترابش میکنم فهمیدی ای کودک لیکویدی رات کنین تز پولا را همشه برقرار کنین گرفته بیارین زود ابله ای پشتش بوی سیفه میایه ای دهنش بوی شیر قطعی مشروخی کدسته کودک خستی که خواوی حیفان وقتی که من فهمیدم که محمد اقبال با زبان فارسی نه اونقدر خوب حرف میزده است حیران شدم چخیل چگونه میتواند زبان را ندانسته شعر نویسد توجیکو نباید فکر کرد
بیا تیز رویم که دیر شد. حالا این سر و سیما نشو، علیشیر باید کتاب رو بیارد. علیشیر جون خوراک نمیخوری بچه؟ نه اوچه جان، زرین در کتاب وعده کردگیم، برده تیم میگم. او زمین و زمان کتاب لغت کده خودش نمییابه. آخی وای مسافره کمک اگ محیط یاد گیره انا بعد. خیر علیشیر کجا و کتاب کجا؟ چی ده علیشیر نادیده میگیری؟ آخر رو با شخصان شبهناک زیاد میبینم. از کجا فرصت علم آموزی دارد؟ میترسم که کارش خوب انجام نمیشود. میدونم زیدی قانون است، نه که دانش خوب دارد. و گفتی تو یک روز نه یک روز خودش بای میتید. سلیم باخر نمیمونه که ما فقیر سوال جواب کنیم. همه آدمی که خطش بود همه را یفتندر. او رای که جو میویم ما بعد از شامیه داده بودم با حرفای انگلیسی باز نوشته شده بود. یک بچه قد پسی مویهای بلند داره؟ ها ای کجا بیایمش؟ او در دانشگاه میخونه. توجیکستان؟ وقتی که من майда بودم علیشیر ну это слишком. بخشیش اینا کتاب گفتگی تا آوردم. بخشیش دیر کردم. علیشیر لبای خیلی کجا شد پولو؟ من نمیدونم کدام پولو را میگه. موضوعات را میفهمونم نمیدونم. کلمات عرضه کن. اکا راست شب بگو من فقیر خرزورم. انا میرم و میخوای مرتب بفهمیم. بعد چی شد؟ یک اپراتسیا گذرونده بودم در مسکو. در او جمع کی در دخالتی ده بودم. ای فقیر ده ساعت خرزور شدم. فقیر گفت که اگر از همین سومها 150 تشتی ما رشاد میشیم. گفت که اگر نتی خونات هم میفروشی. با 10 سال دیگه در ما کار میکنی. اکا جان التماس مرا نکشه. ما این صغیره بیچاره او چون با امید کلام کدگه. اوچا گیرنه که پگه کار میکنم دارون میخرم. بخمیدونه؟ نه اگر بخفم کپای فقیر دود میکنه.
چی؟ بخیر تو در دیپلمات چند سو موندگی بدین؟ 1.5 تا. عمیق؟ چی بود؟ یکم پرابلم شده؟ اگر پرابلم نمیشید مطرح فرود نمیکنیم تو شامل نشوه بخانه میجیم باید ما یکم بار پرابلم کرده بودم یا ما ای باوری برو آمدیم همیشه یک جای بودیم در درون یالو در تای تیر گوشنگی های سالهای پیش دیدیم تو مرا ناو پول میگوی تو عصبانی نشو من در باوری دارم بعضی آدم ها پان کرده استند بعضی آدم ها نامشون پیار میکنن شف برم کالاشا بیارم سلیم سر و سیمان نشو فکر کردن در کار زرین چی خیلی کمتر سرم درد دارد تو چی فکر میکنی؟ علیشه رو سر داده باشند؟ نمیدونم آخرین ابوشو از مادر زاده شدن مگر شیر انسان خوردن یا نه حالا کسی چی کاری خواهد کردن میگیرد نه من چشمانی سردارشون دیدم خیلی حلیم و مهربان می نمودند او به نظرم به مثل قاتل از کوچه ننمود قاتل کوچگی و خانگی ندارد هر نفس اونها سکوتی نفس چندین هاست گوش کن از چی خاطر متوجه اون جوان شدی؟ امروز باشد او را حلیم و مهربان میگویی مبادا دلت را نبرده باشد нет, ты что? Да? خب جاش که انیق شد زنگ تا میزنم خطاگی تکرار نشود مایلش خب Я вас слушаю. Давайте организуйте мне бутылку водки и салатик. Хорошо. Кстати, какие шашлыки на сегодня у вас? Куриный, говяжий и фаршированный. А козлиные? Что? Козлиные. Я посмотрю. بیا جانم ما ترا نقص میفهم ماخی ما اوقا آدمی بیعقل نیستم کو نه؟ ما علاج این مسئله ترا یافتگیم نباشه نگاه کن هاست
بپذیر. خیر معقول؟ خیر اگر معقول باشه کو گردنکی نازکک تا ایجا بیار کو این طرف بیا بیا ای آفرین. خیر چه خیر زیبی ها؟ تشکر. میگم این مسئله حل کنی های ما جبران داشتگیست نه؟ البته اگر همی گردن بودگی تو نه شب در قطی بجا کنیم. اوه بعد ای چی خیل می شوه؟ و همی قعودم چی خیلی میکنم. مایلش ایلاج ایرمی بیم. آن رسیده مدینه جان. کنه فرو بیا اوپا. اماکی مرا کجا میبری؟ پیش داده جونش میریم. 1 2 3 یک بار تگیاب انا آچه جان شما کنی پسوی آچه جان رفتیم آفرین کنی دار دستی آچه جانش کنی بیا دختر جان بیا دخترکم بیا همراه آچه جان رو بازی کن کنی بیا خواب بازی مرا ترک کردی. من دیگه طاقت کردن نمیتونم. دختر چند زنده مرده. چی مصیبتی بود که بس سری ما وردی؟ همه دهنی تو را نگه میکنن تو یگانه دختری خود تا یافتن نمیتونی. خدا شاهید تیارم تمامی بایگری ما بتیم که دختر ما بیارن. اگر نمیتونی میلیساده مراجعت کن. الو شفیه را یافتین؟ حالی جاسوسم بگو همیشه جاسوس شفیاری بهترین و غیر شفیاری با خیلی جاسوسی ها رو میتن آدمی امیدی آخه نه؟ نباشه آدمی
همیشه یعنی تو گفتن میخوایی که دختری مرا دزدیدن همینقدر کاری آسانه هنه؟ حالی من تو را نشان میدونی ها؟ ماری چخیله میدونی نه؟ حاضر نگاه کن حاضر نگاه کن دیگران را سلام بگو سلام حالی تو نمیدونی که چقدر ارزش داری اما جون ما پیشتان بازیق شدم معلش حالی آتت خیلی میزنه که ترابیو بخیر نه قدمی سنگای کو اما مادر یکا او ایرودش کن سلام علیکم چه؟ ساز؟ گوش کن بخ من بار دیگر میگویم که با شما کار کردن نمیخواهم بسیار خطرناک است برای شما فرقش چیه؟ کی بار شما رو کسی میخواد؟ من میخوام قد شما کار کردم ای هم میتونم دوستش رو گویم من تو رو بار اول میبینم نامد رو همین خیلی شونیدم لیکن بیزنس ما است خلال نغز میدونه که بچه های ما رو ارم و دوستی کسی قبیده محکم کرده است اگر با من همکاری کردن خود برای این وقتی زیاد در کار است کمش 1 سال من دیگه وقت ندارم بچه های رسی از هم زدستن که یک پرتیه برا روی که اگر من روی نکنم که بیزنس میمرم و دیگه رو قطع کار میکنم انا بعد ایشیوه طرف بولی بخ این پرابلم من نیست است ما پرابلم ندارم لیکن شما کار خطا کردین که از امید کندین وای بچه زور است وای حالا هم در بیزنس است شما در آسمان خالی برای خودتان پرابلم میسازید و برای خلاص شدن خیلی دشوار است کله رو کار فرماندن در کار کله رو امشار
پول آوردی؟ بچه‌هایی که باید برام می‌بردن میگن که ما فقط کتی امید کار میکنیم. این مدت تماما دخل نداره، فهمیدی؟ من بارا دادم پول بیار. اون مردم میدونن که من بارای شما میگیرم، نمیخوان کار کردن، میخوان که فقط امید کتی کار کنن. گوش کن، تو میتونی در پیش ما، در حضوری ما درباره امید گپ نزنی ها؟ من حالی شبهه دارم که دختری مرا هوای دزدیدگی. برا دفشا اینجا، برا دفشا. ما چند بار شما گفته بودم که امید تا چقدر آروم شو، توشو. یگان پرابلم داری؟ یگان پرابلم ندارم اکایومه جان. ای چی منی دوش کار کردگی ته؟ منو شای علی شیر میپرسی. ما چند بار تدا گفتم که ای او روح ماده صادق بودن نمیتونه. بخا تو ماده باور نکردی، وایده باور کردی. نتیجه بیعقلی خونریزی ای، میفهمی؟ خونریزی. برانه بگو که بسری هر بچه کشتگی خدا زنه 10 بچه‌ش میکشم، 10 تاش میکشم. بخا ای بچه گذارم کو اکای بخا خود ما را رایشون شده. سلیم با فکرم جنگ سر شد، با فکرم نیو 100% سر شد. من نمیخوام بچه ها را مجبوری به جنگ بکشم. ای حاجی که وقت بفهمون شد هر کسی که نمیخواه امروی ما بجنگه مجبور شون نکن. هیچی نگو، من بروم. این بیگه انیق با بران مشورت میکنن. 1 میلیون بتا چی؟ ای کجا؟ بران سال یکمه که من میشناسم وای برای 20 دیرهم زن و فرزند خونه و درش میفروشه. بچه ها را بگو تیار شوند. بازی میریم نقشه را تیار میکنیم. کودک چی خودت را با شاخ گاو جنگ میاندازی؟ سه میلیون میگه؟ تیپا میخیال گفته استایی؟ آلی همون 3 میلیون هم ولی خودش آورده مدمیتیه، فهمیدی؟ ماندگی 6 سرش میمانه. چیو خود چه کی دیسته؟ او که خودش؟ این بچه هم ضرر دیده اگه نمیمونن که بچه هاش کار کنن بارا پنگ کنن، هیچ نمیفهم. ایا جهت او حقه ضرر کم دیدم
150,000 مده کم پول دادیم. تو گفتی که همشه تین به تین من حساب کرده دادم. حاضی میگی که فقیر خیانت کرده. آخی علیشیر آخی فهمیده که همو کی خیانت کرده، کی پول دزدیده. علیشیر در اینجا گواه هست. علیشیر گواهی دادگی. آخی گفتی که وای دوستی فقیر نبود؟ خیر. این مهم نیست. برای من میدونی اصلا مهم چی است؟ بشنو. علیشیر از همین لحظه به بعد باید دیگه نفس نکشه. فهمیدی؟ وای دیگه نباید باشه. آخی در حقیقت امید حقی نه که وای حق نداره ما در التیماتوم مونه. کجا میره ماماکی؟ نه ترس، ما پیش دادت میبرم. گذار علیشیر گذار. خیال شیر تینجی؟ فقیر اومده کی داد کده. پولایی که اومد айбаха گرفته برون دا برده داد همو پولو کم برامده. پولو را فقیر دزدگه. من نمیدونم برای چه پشتی من ویو شدم. اگر بقپان مرا ویو میکشن من فهمیدم که بخم پشتی من شدگه. نه آنها بسیار خطرناک. میدونم برای همه اینجا آمدم. این دختر برانه. این را فقیر تاگی خونم با زالوج نگرفته بود. من این را گرفتم آوردم. من نمیدونم چیکار کنم. پروا نکن. همش رو حل میکنیم. سلیم من تو دا باور دارم. میخوام یک چیز بگم. همون روزی که در دانشگاه همون دختره که دیدیم خواب گم کردم. هر شب میخوام با وی زنگ زنم لیکن جرأت نمیکنم. میترسم. چی دخترایی را ندیدیم که بگو میترسم؟ ما ای دختر نمیترسم. دیدیم ندیدیم لیکن این معنی آن را ندارد که ما ای دختر میترسم. سلیم میدونی ما یک چیز دیگه میترسم که یکی وای مرا قبول نمیکنه. آخه ما خودمان بیزی معرفی کردیم که سر و کلوبان رو گم کرده. کارم پیش نمی رود. میخوام با او زودتر شناس شوم. همین هم پرابلم شد. سرزا قق نگفتم میرم میارمش. تو منو نفهمیدی. ما او را دوست میدارم. میبخشی. ما چیکار کنم؟ سلیم من خودم نمیدونم چیکار کنم. با تو مرا میگوی چیکار کنم؟ بشی. اما دختر کی بود؟ کدام دختر؟ اونمایی که قدید گونش بود کو؟ زرین او روس دختره. ای رسی ایجا زبان توجیکی رو مختنی اومدگی. آدم ها آرزو میکنن که در روسیه خوانن
چی خیل؟ عروسته؟ نه من او را هم خیلی میشناسم. یگان مناسبت جدی ندارم. های مرد دخترم خدای های جگره کی من شیرینه کی من سلام کی من اوچه جان من شما رو یاد کردم. سلام اوچه جان ما را اکم خلاص کرد. آفرین. تشکر برادر عزیز. تشکر. اگر یگان خدمت باشد هیچ چیز لازم نه. تنها یک آب نوشم. مایلش زیور. نه تشویش نکشید. من خودم. تشکر. شما در حق ما زحمت کشیدید. ما منت داریم. این حق خدمت شما. نه تشویش نکشید. سلامت باشید. سلامت باشید. سلامت باشید. اوچه جان من قطع همکرسان کجا رفتستم؟ ممکن در اوجه 2 هفته مانم. 2 هفته؟ نروی نمی شود؟ نه آخه اوچه جان نروم نمی شود. دلیر زنگ گرفتسته. ها مایلش بچم احتیاط کن. میدونی که من تنها. میدونم آخه اوچه جان میدونم. گوش کن زرین تو از کجا اینقدر تاجیکی رو نقص میدونی؟ дар микрорайоне ки мо зиндагӣ мекардем тоҷико бисёр буданд ва хати фарзандони онҳо калон шудам ва барои бисёртар омӯхтан ба ин ҷо омадам. қиссаи падарат чӣ? алишер ба мо халал расон. падарам аз орҷиникидзобод аз андиҷон. аз бисёри ҳамкурсҳоям пурсидам ва ё ин ноҳияро намедонанд? албатта намедонанд. تو از بجای اندیگان اندیجان گفته ای چون این ناحیه نیست خیر هیچ گم نه. بعد از یک ماه به تعطیل میبرویم به خانه ما میرویم. ما یک ناحیه بالاتر زندگی میکنیم. амакам дар ким кадом донишгоҳ муаллим будааст. падарам ба модарам вомехӯранд. баъд 1 сол пас ман таваллуд шудам. баъд аммо падарам дар ин ҷо зану фарзанд дошт. вай дар бораи ҳамин бисёр намегуфт. мо ҳам намепурсидем. аз он ки агар дар ёдаш меовард аз чашмонаш ашк мерехт. кани як ба алишер занг занам. алоқа ҳаст. алло алишер. алишер ту куҷо шудӣ? мо хавотир шудем. гап зада наметавонӣ? саломатият чӣ хел? зарина ба зарина чӣ кор доштанд? гӯш кун алишер, ту ин духтари бечораро мутаваҷҷеҳи проблемаи худ нагардон. майлаш як моҳ пас вомехӯрем. хайр. ман амоната сиҳату саломат раҳо кардам. аммо илтимос ту дили маро
аз думи ишқут раҳо кун. Умед. амонаташ чист? Умедаш ки? амонаташ ин алишер. умедаш бошад кадоми аз он авбошҳо. аниқтараш ҳамон сардорашон. метарсам ки ин русё ба ту дил набаста бошад. شیف خطیب اومده. چی میگه؟ نمیدونم میگه خودش در گپ دارم. بگوش بیایه. السلام علیکم. و علیکم السلام. بی دوملو. خوب هستی شما؟ سلامت هستی. خوب هستی. مرحمت. مرحمت. تشکر. ایمان و توفیق. عبادی مکن. خوش آمده دوملو. سلامت. خوش خدمت. مردم تصمیم گرفتن که مسجد تعمیر بکنند. یک کمی پول نمیرسد. اگر البته امکان داشته باشید یک کمی کمک میکردید. کاری ثواب در دفتر اعمال نوشته می شود، زیرا پیغمبر اسلام حضرت محمد صلی الله علیه و سلم فرمودند که هر کسی که به نام خدا مسجدی چه خرد و یا بزرگ بنا می کند، خداوند در جنت برایش قصری می سازد. من این چیزا رو بسیار شنیدگی، لیکن با این ملاج چی علاج؟ یاردم کرده نمیتوانم. خوب، هیچ گپ نیست دادر. اصلا مردم مرا اینجا فرستاد. خیر اگر زورتون نمیرسد خودمون یگان علاج میابیم. خوب، خوش آمدید دوملو. سلام. خوش آمدید. ما در چی خیال و این مردک در چی خیال؟ парво накун. касе ки бошад пагоҳ худашро аён мекунад. метарсам ки бо мафия олуда нашавам. ба омадани ман модарам зид буд. чунин факултат дар Москвам ҳаст. мехост дар он ҷо дохил шавам, лекин ман ин ҷоро интихоб кардам. зиқ нашав, парво накун. ҳамаш нағз мешавад. зарин, ту хобкардани нести? Не, ман камтар китоб мехонам. мехоҳам имтиҳонҳоро пеш аз муҳлат супорам. ба хона меравам. ту хешовандонатро гуфтанӣ нести? аз таҳтил ки баргаштам, ҳатман аз қафои ҳамин кор мешавам. хайр, хоби хуш. Спокойной ночи. سلام امید. امتنجی یک قدم جام بگو وا خوردن در کار در آبی شورک. مایلش میویم، حتما میویم. خوب، مایلش. انتظار شوید تا که در سطر مبلغ پرداخت شده مبلغ پول درآورده شما عیان گردد.
همین بخر میگم برای یک عروق پس شده مناسبت من و او و بران ویران شد. خودشان گناهکارن، هیچی را ندیده و نسنجیده جنگ اعلان کردن. بخ اگه نگوره تاش که تر بود زنکش گرفته گریخته گشته و یا فکر کردن که بیبران و بخ کاری ما پیش نمیره و رسلان زنگ زده بود. چی میگه؟ با بخ ملاقات چه نقل کرد. بخ تماما دیوانه شده. برای در بیزنس ابروشون بلند کردن آنها میخوان ما را از میان برند. آنها ما را تنج نمیگذارند. به هر حال احتیاط شدن در کار. ما گفتیم امروز همه کسا بیاییم. یکی پرابلم بسیار شیره. او با چی کار کرد؟ اومد همه کانال را بست. بچه های قطعی خودمون همکاری میکردن باز نمیخوان قطعی خودمون همکاری کردن. این مسئله حالی مسئله رقمی یکی مشیده بعضی ها قطعی ما کار کردن نمیخواهند. چیکار کنیم؟ یه راه هست اوها را نمیشه مجبور کنیم که قطعی ما همکاری کنن تا وقتی که امید هست اوها قطعی ما همکاری کردن نمیخواهند. پس چی باید کرد؟ تو آخی فهمیده ایسته من چی گفتن میخواهم؟ من خودم ای پی این کار میشم. Алло. Алло. عجیب زنگ میزند و گپ نه. رقمهایش نیست؟ مخفی است. اینجا جای خطرناک نیست؟ تا زیر ایجاد نشده است. در پایان همه این مسئله حل شده است. بار یکم شما جمعی من باعث یک قاچاقبر بار اول است آمدم. ما را در پایان امید با بچه‌هاش منتظرم. من با امید غایبانه شناس شدم. در وطن ما با قاچاقبرای بسیاری سرکار دارد. میگن که امید قضیه داره. هیچ اشکال ندارد. در این کار ما هیچ چیز مقرری است. حلش نزدیک است. انشالله در کار ما یگان کمبودی نیست. این دفعه بار از بار پیشینه بسیارتر و خوبتر است.
سلام علیکم. و علیکم السلام. خوش آمده. بیاید. سلامت باشین. خوش آمده. سلامت باشین. سلام علیکم. سلام. شنو شده. آقای خدایداد، آقای امید. بسیار خوب. سلامت باشین. خوش آمده. بسیار خوب. سلامت باشین. خوشبخت شید. باره بیا. مرحمت کنید. آقای سرفراز خوبند؟ خوب هستم. سلام گفتم. امیدوارم که تجارت ما و شما رونق میاد و دوباره میآیید. مرحمت. تشکر برادر، زنده باشی. نیک خدم. من باید فوراً به دبی پرواز کنم. شیخ به سنگ‌های ما توجه کرده است. آخر شیخ از روسیه میگریخت. از کجا این ملاقات؟ این کارا را بخه میکرد. من دیگه خطی بخه کار نمیکنم. یکی بچه‌های بخه در مسکو آشنا آمد. تلفن کرده گفت که شیخ میگه که چی حاجت خریدن ای مسکو؟ وقتی ما میتونیم با بچه‌های تاجیک کار کنیم. انا برای همین مرا به ملاقاتش دعوت کرد. گوش کن امید، من تو رو میشناسم، شیخ رو نمیشناسم، بخه رو هم نمیشناسم، بچه های در روسیه بودگی رو هم نمیشناسم. پول رو میبیوری، سنگ رو میگیری. چی حجتی ملاقات؟ چی؟ بلندی بد برآمده. بفرارینش. لال برداشتهش. ای حد زیاد گذرانده ای. نکه نیست، پرابلم هم نیست. بردارینش. باوری دارم که همش ایجاد 70% شای 30% دیگه شه بعد میگیری وقتی که کار بود کردی. باز یک شرط دیگه هم هست. اگر کار بود کرده نتونی چی؟ حالا نشیده که کاری به ما گفته باشن من نکرده باشم. فرض کردیم اگر شد و از عهده کار نبرآمدی، بالای پولی که شما به من دادن من شما در 2 برابر پول گردونده میتونم. نه این گپی دیگر. گپ سری پول نیست آشنا. گپ سری آن که کار بود شود. این هم به منفعت ما و هم به منفعت شما. ما در 2 ماه در کار. 1 ماه. 1 روزی اضافه نه. فهمه؟ اوکی. اوکی. رفیق پالکونیک. خوب چی گپ؟ қаландаршоев неқадам соли таваллуд 1979 бо тахаллуси некаи санг пӯшонед. ин ҳам аз замон даста рафиқ полковник.
رفیق مایور گوش کن این اوقی پدران رو کی محکم میکنی؟ رفیق پالکونیک کمتر صبر لازم آنها رو همشون رو یک جا قبلن در کار با امیدی همش رو قپیدن مایور مردم ما رو مسخره کرده ایستادند یک هفته مهلت اگر عملیات رو انجام داده نتوانی ما این عملیات رو به تو میگذرانیم فهمو؟ اطاعت رفیق پالکونیک بانو جان امید احتیاط کن ما در این دنیا غیر این لخت جگرم دیگه وارث ندارم ما کم دا گفتم روزای اول شما دا یاردم میتیم بکی کاری افتم هم پولی وای جبران میکنم هم شما دا پول وای میکنم آتا جان ولیک میاری عراسیا ولیک؟ 10 تا ولیکت میارم بچه مایلش فقط آچه نگاه کن تو مردک شیده خوب؟ مراد بورنگی همو همسایه پرتفتن نرویم این دنیا بیوفای در عذاب زندگی طاقت نمون مراد من هر شب نالشو میجونه طاقت ندارم بانو بلا نخون گفتم که همه که رفتم معاش آلما شما در روی میکنم من میخوام که چند خونده آدم شوم لیکن در اینجا ایستاده این شرایط برای کودکان مهیا کرده نمیتونم کنم همین قیه که همین امانت ها را نگاه کن لبای من نفهمیدم کی امید نکر خبرگیری میروه چی به شما خبر توقته مانن موش با قبقان نزدیکتر شود گپ همین یک دو روز مسئله حل کن نقطه Алло. Алло. الو سلام شما نغز تشکر شما کی؟ من امید ها همون امیدی که الشه رو زده برد؟ یک سوال کدومی از شما امید؟ همونه که زوری میکرد و یا همونه که از داخل ماشین نظارت میبرد؟ با فکر شما من کدومیشم؟ برای من هیچ مهم نیست که کدومید کی هستید در مجموع رکید سخت نری هیچ چی را ندونسته باید من یگان چی را دانم؟ راستی میخوام با شما وا بخورم با کدام خاطر؟ صحبت میخوام انجام بدم من اون قدر وقت ندارم و شما خفناک نیستید مگر؟ بیخوفترین آدمان کره زمین ماییم اگر خوف داشته باشید دوگانه تمرات بگی فکر کردن در کار فقط بگوید که موضوع صحبت چیست؟ ایره با تلفن گفته نمیشه با نام خداوند در پاد خور نمیزنه در کجا؟ شما از در درسین؟ هم
من نزد دانشگاه شما را بعد نیم ساعت میگیرم. کوشش میکنیم. با امید دیدار. امید بود. چی میخواهد؟ میخواهد که ما واخوریم. چی؟ تو راضی شدی؟ بسیار خواهش کرد. گفت که تو رو هم گیرم. من به هیچ کجا نمیروم. از دست اونها هرچی اومدنش ممکن، تو هم باید راضی نمیشدی. من وعده دادم اختیاری تو، نخواهی نرو. و گفت که به ما یگان ضرر نمیرساند. از سخنش صمیمیت حس میشد. تو ساده و باز یک ره. چگونه میتوانم تو رو تنها سر دهم؟ بلا به پسش هرچی بود و بود. رفتیم. سلام. سلام. از دیدارتون شدم. من تشکر میکنم که به هر حال آمده. اینک آمدیم بچه. من فکر میکنم که اینجا نه اونقدر جای مناسب است برای صحبت. برای دو سه سخن حاجت چیز جای جستن. من فکر میکنم که این اولین و آخرین صحبت ما نیست. شناس شوید. این کس دوستی من و برادر من سلیم. سلام. من زرین. این دوست و خواهر من ماهی. خیلی شدیم. اما ما خیلی شاد نیستیم. میترسیم که باز تقدیر علیشیر ما را دنبالگیر نشود. اما خیلی شدیم. میدونین اگر یک کردوری علیشیر میدونستین که چخیل با ما وزنینی آورد، فکر میکنم که شما هم طرف ما را میگرفتین. شما را باید پیولا چوی دارم. نه رحمت سریم. سلیم تو چی میگوی؟ راستی گپ هم خیلی گشنه هستم که فقط التماس نگویید. خب مایلش فقط تستر. مرحمت. میبخشید یک لحظه. عذر میخواهم. الو. زرین، من میخوام یک چه روی راست بگم. تو حال یگان گپ نزدای، نه روی راست نه پرده پوش. هنگامی که با تو وا خوردم صورتت همیشه در پیش چشمم. خلاص زرین، من تو را دوست میدارم. تو میتونی در حال ما بخندی، حتی میتونی مرا مسخره کنی، لیکن این حالت ما یکم باره گرفتار شدم. یکم باره که صدقاً دوست میدارم. زرین،
ماترا مجبور نمیکن که مرا دوست بدی. فقط خواستم که حسیات متدا بگو. خیلی خوب گپ زدی درباره عاشقی. آفرین. اما چگونه من میتوانم به عشق کسی باور کنم که میتواند نفری را از دانشگاه برده و تو کوب کند؟ زرین تو نه. یک دقیقه. وقتی حرف زدنت مکو خاموش بودم. خوش. باز کی میداند چون این شخص به چی کار قادر است؟ تو حقوق داری مرا دیدن. دل توست. اما من حقوق ندارم. مجبورم با دلم فرمان دهم که تو را دوست دارم. فرض کردم من با محبت تو با محبت جواب میدهم. کو کفالت که ما خوشبخت میشویم؟ کو کفالت که تو یک کنج محبسخانه را نمیگیری؟ و کو کفالت که یک مافیای رقیب تو را نیست نمیکند؟ خیلی بلند رفتی زرین. دیگر این که وقتی با تو خوردم دیگر من به مردن حق ندارم. مافیا و رقیب خداوند خودش میده. من فرصت فکر دارم. در این عمر کوتاه خودم من همه چی رو دیدم. هم تلخی، هم شیرینی، هم خیانت. خلاصه تلخی یتیمی رو هم چشیدم. ممکن استاد؟ ممکن. گوش کن. همین زرینه نظر و از وحدت است؟ نه استاد، از ولادیواستوک. از ولادیواستوک؟ بله. یعنی از روسیه؟ بله استاد. استاد وی برای آموختن زبان فارسی و تاجیکی به دوشنبه آمده است. ما در خوابگاه یک جای زندگی میکنیم. تشکر. نغز من استاد. عجیب. آچا چنین طرز زندگی با دلم زد آچا. ولی من از زورم. برادر اسلامی تو چه جا؟ آخر منم چند خورده دارم. ای مرغوت دروغ واهمه کردم این که کار یافتم پول با تو میفرستم. چند سال شد که کار نمی‌آورم. نه زنگ میزند، نه زن بچه‌ش سراغ میکند. اگر زن بچه باید در کار نباشد و من چی در کار خورنده زیادتی؟ اینطور نگو بچم، اینطور نگو. باز فرشته ها آمین نگویند. و چه دلت میشود که برادر خودت مرده میبراری. وای بر حال تو بر این برادر، تو بر این جوان مرد. اگر با همین کودک یک کار شود من شیرای دادگی من به آسمان میچاشم. فهمیدی؟ بس آچه زرین خیست؟ تلفنت زنگ میزند زرین. الو. صبح بخیر عزیزم. از کی باز من عزیزی تو شدم؟ من با تو بهانه‌ای ندادم که مرا عزیزی خود خوانی. چرا با زنگ من جواب نمیدی؟ کی زنگ زدی؟ بیگاه چند مرتبه زنگ زدم. عاشقی با کسی با آسانی دست نداده است.
برای چه دقیقی خیر خفه نشو. شوخی کردم. صبح بخیر. خدا را شکر. کی درس تمام می شود؟ تو با فکرم از جدول ما آگاهی. با خودم از خودم آگاه نیستم. چقدر از جدول شما آگاه شوم؟ ما امروز جفتی اول آزادیم. حاضر من میرسم. با تلفن تنک شوی. Майлич. Махин, ты спишь? Ха. Ну ладно, спи. زرین کجا را میخواهی تماشا کنی؟ اختیار. من مهمان شما. یعنی گفتنی که اختیار به دست بختیار؟ Вау! Красота! تو چه خیلی آلوده شدی در راه کریمینال؟ اگر دونستان خواهی میگویم زرین وقتی که اوتم به روسیه رفت اما کم عین گابین ما دست کشید. اوچم دختری شهر بود. اوتم ایده ها ما و اوچم مجبور شدیم شهر بیاییم. زندگی در شهر بسیار دشوار بود. اوچم تنها عذاب میکشید. من عذابهای او را دیده مجبور شدم که به کوچه برایم و روزی دراز با شستن ماشین ها مشغول شوم. اکا ماشین تابشون. پول کار کردن میخوایی؟ ها. شین. قبیره ماشین ندیدی؟ همو؟ او همو دا بردمتی. چی درایی؟ کارت نباشه. مایرا بگی مالش. شما کارهای داخلی انجام بده. دست پشتی سر از ماشین برو. خلاصه آن سونکه در دست من موند و همین طور آلوده آن کار شد. ما دیگه این کار عقیب گشته نمیتونم. دلم به زندگی گرم. زرین میدونی ای روزی که تو را دیدم غیری با تو بودن دیگر یکان کار نمیفورم. بازی نیتی تو اشتباهی نوبتیت نشود. برای چی این خیلی میگوی؟ تو رو چونین دریافتم که اندیشه نکرده کار رو انجام میدهی. ولی تو نمیدونی من کیم؟ از کجایم؟
تو مفتونی ظاهرم شده ای نه باطنم. من هیچ باور نمیکنم که با چنین صورت زیبا سیرت بزی باشه. من نمیدونم تو چی فکر داری، اما من ترا با هیچ کس نمیتیم. من مول نیستم که مرا با کسی دیگی و از کسی زده گیری. من قلب دارم، درکهایم خون جاری است. هیچ جای نفهمی ندارد. من خیلی سر می شود. السلام استاد. سلام استاد. سلام. من باید در کار. نظر آقا. استاد ما دو جفتی اول راحت بودیم، به فکرم زرینه در خوابگاه هست. جیغ زنه. تیز در زنگ زن بیاید. حاضر استاد. لبای من با امید صحبت دارم. چی بود؟ ها؟ حاضر می آیم. رنگ بروید کندگی. فهیم زنگ زده بود. با دانشگاه رفتن در کار است. مدیر کافدرا مرا میگفته است. گپ سر این نیست. تو مرا بگو. همین قدر مهر داری که ما بدانم که شانس دارم یا نه؟ ما باید رویم. السلام استاد. خوب امید. سلام سلام. حالا هم فراموش نکرده ای. ببخشید شما یکدیگر رو میشناسید؟ میشناسیم. بس خیلی خوبه میشناسیم. شما مده کار داری یا زرین در؟ زرین من از تو سوال دارم. والدینی تو در ولادیوستوک؟ بله. ما خلال نمیرسونم. بله. اگر شما فهمیدنی خواهید که اصل من از کجاست، من برای شما میگویم. پدرم تاجیک از ارجینکیدزا بود. ارجینکیدزا بود؟ نامش مراد؟ بله. موی سرش سفید؟ ها. شما او را میشناسید؟ چرا نشناسم؟ 17-18 سال قبل از این وی ملک را ترک گفت. وی دادر من است و آن جوان زیبا که نمیدونم چه خیلی باهای آشنایی پیدا کردید پسری اوست. چی؟ نفهمیدم. عادی‌تر فهمانید؟ این کار دیگر رادگی و مرکبی ندارد. اگر تو دختری مراد باشی وی پسری اوست. امید писарь уст. Я не поняла. Еще раз объясните. Да, доченька. Умед твой брат. Нет. Зарин! Зарина! تو اوده چی گفتی؟ چی گفتی اوده؟ برای چی تو فقط مده پرابلم میکنی ها؟ آخه در وقت شای من رو گردونده کو؟ امروز باشه من بخت میافتم در همین جمع خلال میرسونی. آخر چی؟ من تو ده چی بدی کردم؟ تو همه کم میشوی. امید تو این دختر را چگونه میشناسی؟
این دختر عروسی من است. بینتون یگان چی بود؟ کارت چی؟ اگر ما کم نمی بودید سر یک تیرت میکردم. امید بینتون یگان چی بود؟ خیر بچی؟ گوش کن زرینه فرزند پدری تو میشود، خواهری تو. ما هم خونیم میفهمی؟ چی؟ شما دیوانه شده اید. امید چی گپ شد تنجی هست؟ بیا برویم بیارم. خیر منم گناهکار نبودم. ولی خودم را با سور میخوردم و عجب گپ میزنی. در دوام این قدر سریسو نتوانستید که اقلا یک بار مناسبتتان رو برقرار سازید. جهد کردم، جرأت نکردم. جوانی قد بلند شده است. افسوس که به کریمینال مشغول است. چی؟ در کوچه کلان شده میخواستید که علیم شود؟ با من نغز گپ نزد. میگویم رفته خبر گیرم لیکن شر میکنم. دیدی زرین، تقدیر به ما چی کرد؟ خداوند به ما عشق داده، علنگش دراوگیری. خدای خداوند چه گناهی کردم؟ ای کودکیم همیشه در عذابم. نخواد که ما سینه اوچم همین قدر سخت گزیده باشم. نمیدونم کدام حرفا را یک جا یک کنم که سخن تولید شود و هر دوی ما تسکین یابیم. خواست خدا بود. اگر نه روسیه کجا بود، تاجیکستان کجا؟ هزاران تاجیکان در آنجا اویله بنیاد میکنند و کسی را چنین تقدیر نبوده. آرام شو زرین. پروردگارا از ایمان دور مکن، شفای کامل ده. اللهم صل علی سیدنا محمد و علی آل محمد و علی جمیع انبیاء و المرسلین و علی آله و اصحابه اجمعین آمین. الله اکبر. در این دنیا قریب که هر دو بری رویت سیاه شده بود. مرا ببخش که خفت کرده بودم. دنیا مثل دا است. دا این تخته است که کودکان در آن می نویسند و پاک می کنند.
به درستی خدا داناتر است و رجوع و بازگشت به سوی اوست. در این دنیا یگان کاری نموند که نکرده باشم. هر کی نفس خود را کشت ربی خود را یافت. هر کی نفس خود را یافت ربی خود را یافت. من نمیخوام که در نزد خداوند شرمنده باشم. چیکار کنم؟ سری که در سجده نیست از صفچه به نیست. در راه حق مرد باش. در مردی فرد باش و با دلی پر درد باش. ناامید مباش امید جان. تشکر. تا من رفتم امید جواب دادیان. چلی جواب؟ میگن پیش خواه کو؟ میتونه زنگ زده انیق کنید. دختر گفت که احوال ساز شه. امید خواهش کرد که جوابش بتم. نست و نابودش کن. سلیم برای بابای ملا را بگو که مجتمع پر تعمیر میکنم. بعد سگر خانه ده همه پلای وعدگی را برده بتشون. خوب شده. بچه ها را جواب ده مانشان بروان پای کار خچون شود. اگر تو بخوایی همراه ما بمانی مایلش. ما اول ایت میندور بودم. میندور میمونم. بعضی کارو را میخوام انجام بدم. انا بعد پخته چینی در میگذاریم. یاد دار تبه اومدم. سوزی براتون. بچه چی خیلی شما؟ هم اساس؟ چی خیلی که با ما معلومه طول دو ماهی که فعالیت کاری ما عموما قطع شدگیه. حالا که یک چند نفری ما را ترور کردن. شف گفتن که اگر کدام که طاقت داره خواهش داره مرحمت با ما روشه. کدامی که نداره ما پیش روشون نمیگیریم. ای پای زندگیشون شود. با همه فاما مالک شو خط احتیاط کن.
саросима нашавед. Шайхи арабро интизор мешавем. чанд нафаранд? 10 нафаранд. якум шайхи араб омад. السلام عليكم. وعليكم السلام أهلا ورحمة وسهلا. الله. أهلا بك أهلا. أين الأفعى؟ نعم نعم الأفعى. آروم دست پیچ سر آروم دست پیچ سر نجوبه ما پیش. تو میدونی چیکار کردستی؟ میدونم. تو نقض میدونی چیکار کردستی؟ نقض میدونم. همش از روی قانون. کدوم قانون؟ بعد میفهمی. گوش کن. تو حالا جواب میدی. حتما جواب میدی. مایلش. زرین امروزم با کشم میخوریم. از برنج. اما برنج آش کنی نمیشود؟ نمیتونم. امروز چی نقشه داری؟ امروز امتحان دارم. میخواهم پیش از مهلت سپارم. مادرم رو یاد کردم. و این مصیبتی که به سرم آمد شاید در آنجا از سرم دور کنم. به مسجد آمدی. خوش آمدی. میدونی خداوند در قرآن چی گفته است؟ ای مردم، نیکی آن نیست که شما رو به سوی شرق یا غرب در حال عبادت باشید، بلکه نیکی این ایمان واقعی شما به خدا و انجام عمل خداپرستانه شماست. سوره بقره آیه 177. تقصیر. یک دعا میدادید. سفری دور دارم. خدا از ایمان دور نکند. خدا در پناهش نگه دارد. سفرت به خطر باشد. به مراد برس. برای رکشایش کار. آمین. تشکر تقصیر. خوش آمدی. یک چند روز پیش رفته بودم. اوه سرد شمده. میشوه یک 2 هفته پس. خیلی میبینی اونی. بهترین خوب مایلی. شیف دیر نکردیم؟ نه. زرین مورد ایرپورت انتظاره. سروسی من شوال و وقت داریم. باید سری قدم به سکر خانه داریم. گب نیست؟ مایلش.
زرین جان عصبی نشو. من خودم به امید میفهمونم که زرین تو رو خیلی انتظار شد. همه خیل کنیم. من رو فراموش نکن زرین جان. روز بخیر خانومان و جنابان، شما رو به هواپیمای خود خوش آمدید میگوییم. منت داریم که شرکت توجیک ایر رو انتخاب نمودید. پرواز با راحت رو خواهانیم. Добрый день, дорогие пассажиры, добро пожаловать на борт. Спасибо, что выбрали авиакомпанию Tajik Air. Удачного полета. من میتونم بفهم برای چی زیقی. Good day, ladies and gentlemen. Welcome Умеет? to our airplane. Thanks for choosing Tajik Airlines. Have a nice flight. سلیم یک دقیقه. آخر من پول رو به مسجد ندادم کو. حاضر.